بدان که توبه کردن از گناهان و بازگشتن به سوی حق تعالی اولین قدم انسان است به سوی خداوند. هیچ آدمی را از این چاره نیست. بازگشتن از راه معصیت و گناه با راه طاعت به سبب توبه و ندامت کار آدم و آدمیان است. بدان که خداوند بزرگ همه را به توبه کردن فرموده است و در قرآن عظیم شأن آمده است هر کی امید فلاح یعنی که نجات داشته باشد توبه کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی پیش از جانب مغرب برآمدن آفتاب توبه کند خداوند توبه اش را قبول می کند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من هر روز 70 بار توبه می کنم و استغفار می کنم. بدان که توبه نور معرفت است. ایمان که پدیدار شود از آن نور بیند که گناه ها زهر قاتلند، چون نگاه کند که او از این زهر بسیار نوش کرده است و به هلاکت نزدیک است، به ضرورت پشیمان شود و ترس و هراس در درون او پیدا شود. انگوش به گلو فرو نموده می خواهد آن زهر را کی کند و دارو و درمان می جوید. این چونین شخصی که در طلوع حیاتش یا در جوانیش گناه کرده باشد با توبه کردن بسیار